و توفیق عنایت فرمود. بعد از این راه‌های پرخیر و برکت بر ما و شما مسدود نشود و همواره باز و مفتوح بماند و بعد از اینکه خودمون راه پیدا کردیم و به درگاه خدا راه پیدا کردیم، سبب هدایت و سبب ارشاد و تقویت برادران و خواهران مسلمان و انسانمان باشیم. پروردگارا بعد از این عزت ما را از ذلت نجات بده. پروردگارا معرفتی عنایت بفرما که در راهی که پیش رو داریم دچار شک و تردید نشویم. پروردگارا ایمانی عنایت بفرما که از عبادت و بندگی تو لذت ببریم و هیچ چیزی لذت و حلاوت عبادت و بندگی تو را در دلهای ما نداشته باشد. پروردگارا تو بندگان زیادی غیر از ما دارید، اما این جمعی که اینجا جمع هست غیر از تو ربی دیگر ندارد. بندگان نمازگزار تو زیادن، بندگان خوب تو زیادن، متعددن، بیشمارن، اونهایی که به رکوع و سجود و عبادت و بندگی تو مشغولن، چه از انسانها و چه از فرشتگان و چه از مخلوقاتی که خودت میدانید اما نمیدانیم و در علم ما نیست. پروردگارا اما این صحبت این جمع هست که میگویند ما جز تو ربی دیگر نداریم. پروردگارا همه به در خانه تو رو آوردن، این جمع را ناامید برمگردان. پروردگارا اینها از برکت این مهمان عزیزی است که شما فرستادید به سوی بندگانت. یک بار دیگه به بندگانت فرصت دادید که خودشان را دریابند، اون هم در آخر زمان که فتنه و فساد و بی ایمانی و بی تقوایی و ظلم و فساد بر دنیا خیمه افکنده. پروردگارا این مشعل هدایت و نوری که به رمضان دادید که دنیای تاریک را که این همه ظلم و فساد در بر دارد بدرخشاند. پروردگارا از این نور دلهای ما و افکار ما و جان ما و درون و بیرون ما را و خواهر و برادر ما و دوستان ما و خواهر و برادر مسلمان ما و خواهر و برادر انسان ما را منور بگردان. پروردگارا همه این جمع امیدوارانه در خانه ربی کریم، ربی بزرگوار، سخاوتمند، تواب، ستار، غنی، رحیم، رحمان، ودود، تواب آمدن. پروردگارا این جمع را ناامید برمگردان. پروردگارا به مأمومین این مسجد، جماعت دائمی این مسجد، توفیق خدمتگزاری بندگان عاشق و تشنه خودت و بندگان عارف خودت و بندگان دلباخته خودت که رو به خانه تو آوردن عنایت بفرما. پروردگارا این جمع را انصار و مهاجر تبدیل بفرما. کسانی که جماعت دائمی این مسجد هستند، هم برادرها و هم خواهرها و برادرانی که از اطراف آمدن، اونها را مهاجر و ما را انصار و از محبت انصار و مهاجر پروردگارا با همون محبتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بین اوس و خزرج ایجاد کرد و اونها را انصار و مهاجر تبدیل کرد و تو در کتابت اعلام رضایت از انصار و مهاجر کردی. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره رضی الله عنهم و رضوا عنه. پروردگارا با همون محبت، با همون صفا و صمیمیت، با همون همفکری و همدلی و یکرنگی، با همون طهارت و پاکی، با همون خلوص نیت، با همون هدفهای شفاف و نورانی، پروردگارا این جمع مبارک را در هم آمیخته بگردان، دلهاشون را مالامال از ایمان بگردان.
پروردگارا این جمع را محکم و استوار و پایدار بگردان. پروردگارا توفیق بده که نه تنها از شنیدن کلامت که خیلی وقتا معنیش هم نمیفهمیم فقط لذت ببریم، توفیق این را عنایت بفرما که تفسیر کلامت در کنار استماع کلام زیبا و دلنشین وحی پروردگارا دریابیم و لذت واقعی را ببریم و بعد از فهم قرآن و تفسیر قرآن توفیق عمل به قرآن عنایت بفرما تا سعادت ابدی تحقق پیدا بکند. و پروردگارا بعد از عمل به قرآن توفیق دعوت به سوی قرآن و دعوت بندگانت به یگانگی و بندگی خودت و فهم قرآن و تبلیغ دینت عنایت بفرما. همه ما را سربازان بدون مرخصی در راه خودت قرار بده. پروردگارا در این ماه پرخیر و برکت اون چیزی که خودت صلاح میدانید و ما نمیدانیم، دعا کردن بلد نیستیم، نمیدانیم چه بطلبیم، پروردگارا اون چیزی که صلاح دین و دنیای ماست و سعادت و عزت و آبرو و روسفیدی و سربلندی ما و امت اسلامی است، پروردگارا به این جمعی که مملو از خواهر و برادر و حتی بچه های کوچک، پدر و مادر، هر کسی که مشتاق است و خیلی ها آمدن به خاطری که فکر میکردن مثل دیشب پشت در موندن، اما پشت در خانه تو پشت در نیست، چون جمع به هم وصل است. پروردگارا همه این جمع را عزت و سربلندی و استقامت و حسن الخاتمه و خاتمه به خیری نصیب بفرما. امشب با دست پر همه را به خانه های خودشون بر بگردان و این ایمان و تقوایی که اینجا حاصل شده کوچه ها و خانه هاشون رو نورانی بگردان. پروردگارا پدران ما را به راه راست هدایت بفرما، مادران ما را به راه راست هدایت بفرما. پروردگارا علمای ما را به راه راست هدایت بفرما، مسئولین ما را به راه راست هدایت بفرما. پروردگارا خواهر و برادر ما را به راه راست هدایت بفرما. پروردگارا اولاد ما را از شر شیاطین انس و جن مسون و محفوظ بدار. پروردگارا دوستان ما، رفقای ما، همسایه های ما، کسانی که برگردن ما حق دارند، کسانی که ما را توصیه به دعا کردن، پروردگارا همه را خواسته های معقول و منطقی اونها را برآورده بگردان. پروردگارا ایمان کامل را نصیب بفرما، عمل صالح مقبول را نصیب بفرما، یقین صادق را نصیب بفرما، اخلاص در نیت و در اعمال و در رفتار نصیب بفرما. پروردگارا ظاهر ما را و باطن ما را آرسته به ایمان بگردان، باطن ما را با اخلاص پروردگارا و ظاهر ما را با رفتارهای زیبا و اخلاق زیبا پروردگارا آرسته بگردان. پروردگارا خودت مشاهده میکنید که این بندگان تو مصداق این بیت شعرن، شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در بام دوست پرواز کنن، هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنن. پروردگارا یقین داشتن که در خانه دوست باز است، تو اونها را تحویل میگیرید. پروردگارا به بدی بندگانت نگاه مکن، به خوبی خودت نگاه کن. به بدی ما نگاه نکن، به خوبی خودت نگاه کن. تو که خوب محضید، تو که سرتاپا خیرید و ما سرتاپا تقصیر. پروردگارا به خوبی خودت نگاه بکن. پروردگارا به تقصیرات و گناه ها و لغزش های ما نگاه مکن. به رحمت بیکرانت و وسیعت که رحمتت از عذاب از سبقت گرفته نگاه بکن. پروردگارا ما را در یک چشم هم زدن به خودمون با مگذار. پروردگارا ما را در همه امور خاتمه به خیر بگردان. پروردگارا بهترین زندگی و بهترین مرگ و بهترین حشر و بهترین و زیباترین حالتهای دخول بهشت همراه پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین نصیب بگردان. پروردگارا قبل از مردن توبه نصوح در جوانی پروردگارا که فرصت جبران داریم نصیب بفرما. پروردگارا صبر جمیل و زیبا و استقامت در مقابل فتنه ها و مشکلات نصیب بفرما. پروردگارا زیارت حرمین شریفین و نماز در حرمین شریفین پروردگارا نصیب همه این جوانای خوب در سن جوانی بگردان. اونجایی که مثل امشب 3 میلیون نفر فقط در مسجد الحرام الان نماز میخونن. یک نماز فرض در رمضان در مسجد الحرام معادل 55 سال نمازه، معادل 55 سال و 6 ماه نماز. یک نماز
در مسجد الحرام در ماه مبارک رمضان معادل 55 سال و 6 ماهه. 3 میلیون نفر الان اونجا در حال نماز تهجد هستن. 3 جز در 10 شب آخر میخونن. در 10 شب آخر رمضان 3 جز میخونن. یعنی از ساعت 12 به بعد دیگه شروع میشه 3 جز. ولی ما از اول رمضان شروع کردیم. پروردگارا همه این عزیزان مشتاقند که بروند اونجا و تعدادی جوانا که با هم بودیم. واقعا سفر زیبایی بود. کل جماعت این مسجد در خاطره های ما بودن و شبهای زیبایی که در سالهای گذشته با هم اینجا سفری کرده بودیم همه تو ذهن ما بود و تو خاطرات ما بود و تو دعاهای ما بود. امیدواریم که خداوند روز به روز جمع خوبان را بیفزاید و خداوند از عزیزانی که در اشتباهن روز به روز جمعشون کمتر بشه و به اشتباهاتشون پی ببرن. چقدر پدرها دوست دارن که فرزندانشون اینجا ببینن. حدیث زیبایی که من در اولین صحبتم در این ماه مبارک رمضان گفتم که هر روز در اول رمضان خداوند 2 فرشته میفرسته، یکی در گوش راست یکی در گوش چپ. در گوش راست میگه یا باغی الخیر ابشر، ای کسی که طالب خیری بشارت به تو ماه پر خیر و برکت آمد. و اون یکی در گوش چپش میگه یا باقی الشر اقصر، اینم عاطفی است داوره. و ای کسی که دنبال شری کوتاه بیا، وقتش رسیده که کوتاه بیاید. دیگه جایی برای توسعه شر نیست. ماه پر خیر و برکت آمده، خیمه افکنده، فیوزات این ماه داره میباره. خودت را در معرض فیوزات خدا قرار بده، رحمات خدا قرار بده، برکات خدا قرار بده. یک بار بگو یا الله تا این دل صیقل داده بشه. قطره اشکی بریز. اشک هم چشم پاک میکنه، هم دل پاک میکنه و هم ذهن و صفا و صمیمیت میده و شفافیت میده و جان و دل و جان و نورانی میکنه. خداوند 2 کعبه داره. یک کعبه از آب و گل که بانی اون بنده خداست ابراهیم، و یک کعبه از جان و دل که بانی اون اللهه. کعبه‌ای که از جان و دل تو دل تک تک شما هست، اون کعبه واقعی است، وگر اون سنگه. ما 2 چشم داریم. یکی چشم بصر بهش میگوین که مادیات رو میبینه و یکی چشم بصیرت که چشم دل معنویات رو میبینه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بشر المشائین الی المساجد فی الظلم بالنور تام یوم القیامه. بشارت بده، خداوند میگه به پیامبرش، بندگان من که در تاریکی شب به سوی مساجد میشتابند به نور کامل در روز قیامت، به نور کامل در دنیا و آخرت. من فقط دعای یک جوان به شما بگم. جوانای خوبی نشستن اینجا، همه خوبن، همه از من بهترین. به برکت حضور شما شاید خداوند نظر لطفی به ما هم بکنه. یکی از جوانایی که نه پرورش اندام رفته، خداوند این جوان زیبا صورت و زیبا اندام و اندام پیشیده، فشرده، شیک، متناسب آفریده. نرفته پرورش اندام، خودشو با قرص و با چیزهای دیگه پرورش بده. این جوان مؤمنه. یکی از دوستان نقل میکرد که خیلی با تقواست. میگه که یکی از دعاهاش اینه که خدایا این صورت و اندام زیبای من سبب فتنه برای هیچ برادر و خواهری قرار مده، منو نجات بده. که این اندام زیبای من سبب فتنه برای خواهر مسلمانی یا خواهری باشد. چه دعای زیبایی است از یه جوان خوشتیپ، خوش اندام، خوش صورت. خدایا این اندام زیبا را با ایمان زینت ببخش. وقتی که زلیخا به یوسف گفت هی تلک، 3 چیز ما داریم مقام، داریم مال، داریم جمال. این 3 اگر کمال همراهش نباشه به انسان خیانت میکنه. مال اگر کمال نباشه آدم مغرور و خودخواه و متکبر و سرکش میکنه و ظالم میکنه. جمال اگر کمال همراهش نباشه به آدم خیانت میکنه.
و مقام اگر که کمال همراهش نباشه نمرود و فرعون زمان میشه آدم، مثل این بوشی که خوشش میاد خون ببینه. براش مهم نیست که 1 میلیون کودک در افغانستان یا در عراق یا در جاهای دیگه قتل عام بشن، یا در بوسنه هرزگی یا در جاهای دیگه. وقتی که زلیخا مثل گرگی به دنبال یوسف دوید، میخواست اونو بدره، گفت هیت لک، من آماده ام برای حمله ور شدن. یوسف جمال داشت، اما کمال یوسف جمالشو کنترل کرده بود. یوسف گفت معاذ الله، پناه به خدا. این بهش میگن کمال. چطوری جمالو کنترل کرد؟ کسی که ته چاه بود، کسی که در چنگال زلیخا بود، رسید با این کمالش به خزائن مصر، خزانه‌دار مصر شد، از ته زندان و چاه در آمد و خزانه‌دار مصر شد و امین عزیز مصر شد. این نتیجه تقوا و طهارت و پاکی است. هر اشتباهی کردید، پیامبر میگه اگر گناهتون به اندازه نجوم آسمان و قطرات باران و ریگ‌های بیابان و پری بین زمین و آسمان باشه، فقط به من شرک نورزید، بیاد بگی یا الله میامرزم ولا ابالی، ابرو هم خم نمیشه. این همه جوان سرگردان در بازارها و چهارراه‌ها و در دبیرستان‌ها و مدارس دخترانه ایستادن، منتظر کیان؟ اگه باشگاه میرن که اندامشون رو پرورش بدن برای فریب دخترهای جوانه، از کورس‌های استفاده میکنن که عقیم میشن. اگر این دخترها میدونستن که اینها با این اجسام عقربیشون عقیمن، وقتی قرص استفاده میکنن برای پرورش اندام، یکی از ویژگی‌های این قرص‌هایی که تو باشگاه‌های پرورش اندام استفاده میکنن به جا خورد جوانای ما میدن، این که جوانو عقیم میکنه. قبل از پرورش اندام، پرورش فکر با مطالعه مفید و پرورش روح با اخلاق و اعمال خوب و تزکیه، پرورش جسمم در کنارش. المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف فی کل خیر. از اینکه کمی معذب شدن بعضی از عزیزان، جا تنگ بود، خواهرها و برادرها. من اگه بخوام معذرت خواهی بکنم دیگه معذرت میخوام، ولی دست ما نبود حقیقتا، به خاطر که غیر پیش بینی شده بود و هر شب 5 صف 6 صف بود. امشب چون فردا تعطیله این همه عزیزان رو آوردن و اگر بفهمیم که هر شب این جمعیت میاد، قطعا یه برنامه، یک راه چاری انشالله، یا میریم تو مسجد جامعه بالاخره، یا یه برنامه‌ای که بالاخره دیگه شرمنده این همه دوستانی که برگشتن و سر پای ایستادن نباشیم. ولی امشب معذرتاً یعنی حقیقتاً برای ما غیر قابل پیش بینی بود. از اونجایی که جمعیت فشرده است و شاید بعد از برنامه دچار مشکل بشیم، من به همین اندازه بسنده میکنم. هستیم در خدمت برادرمون سماک، یا با دعا و یا الوداع رو بخونن و هستیم با طعام سحری در خدمتتون. و کسی فکر نکنه که بالاخره حالا غذا برای چند نفر پخته شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده غذای 2 نفر 1 نفر 2 نفر میخوره، غذای 2 نفر 4 نفر میخوره، غذای 4 نفر 8 نفر میخوره. مهم که پیامبر گفته تسحروا فإن فی السحور برکه. سحری بخورید چون در سحری خوردن برکت هست. حالا اگر شده با 1 لیوان آب، با 2 تا خرما، چیزی که هست خرما الحمدلله و نعمت فراوان، به اندازه کافی درست شده و کسی یه وقتی فکر نکنه که بالاخره چه شاید جمعیت پیش بینی نشده و نرسه سحری. برکتی که دستا با هم سر سفره باشن ان شاء الله. جزاکم الله خیر. از حوصله همه شما تشکر میکنم و توفیقات ارزشمند خدا را برای همه شما خواهانم و ما و شما و همه خاتمه